گذاشت برای اینکه خطی هم میداره آبوز میدونه بچه خوب میبرن دور میرد اما یخو استومایی تو راست امون یخو استوم میرد ها الان که زنده میشه میگه آب میکشه اون طرف میبرد همین کیتی یک دو سه بار سرش میبرد وای میکند یا ممکن واقعا میکند موقع نمیدونیم بعد درش هم دو کس در بالا میشه میبیند و بعد خبر میده گورادل. حادثه روزی گذشته سنه 16 ایولی سال جاری ساعت 9:20 صبح رخ داده است. زنی تخمین 35 ساله با مقصدی نامعلوم واردی آب می شود و بنابر تیز بودن موج آبی دریا از عهده آببازی نبرآمده غرق می شود. به نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده 2 ماهیدار که بالای کوپرو قرار داشتند خبر می دهند. نجات دهندگان دوامی 10 دقیقه به جای حادثه رسیدند. اما موج آبی دریا زن را از مکان حادثه بیش از 500 متر دورتر برده بود. از روی همون گفته های ماهیدارا همین دختره درون آب به در آمدگی بعد تگ راست همین استم آمدن پس آخیده برفتگی شد وای کردن گفته گذار کردن با بعد از وای ما لطکه خطی بالای آب خطی کافته رفتیم همین پایان یافته آوردیم جسدی شخصیتش نامعلوم زن بودنش معلوم خلاص از چیزی چوراش در همینجا بودگی تمام. حادثه مذکور در کوپروک دوستی خلقا واقع در حدود جماعتی یاوه ناحیه باباجان غفروف رخ داده است. بعد زنگ تلفنی شاهدان به جای حادثه 2 نفر نجات دهندگان بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند و دسته زودعمل ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوخت آمدند. بنا به نقل آنها موضعی که زن وارد آب شده است منطقه خوفناک و برای آببازی منع شده بود. سبب غرق شده فوتیدن زن هم همین است. نجات دهندگان میگویند که بعد فوتیدن هم جسد در روی آب بود، یعنی زنی غرق شده بسیار آب نخورده است و به چقوری هم نفر آمده است. از همین سبب آنها جسدی زن را با کمک قایق زود دریافت کرده به ساحل دریا برآوردند. از ساعت 9:20 این حالت به خدش گرفته شده باشد ما 9:30 در همین جای حادثه شدیم. ساعت 10 رونه پایان آوردیم مرده را پایان یافته آوردیم به اینجا. اکمال سنگینف نجات دهنده بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند است. او همراهی باز یک نفر همکارش جسد را از دریا پیدا کرده است. میگوید که گفتگوی نجات دهندگان همگی 40 دقیقه دوام کرد. جای حادثه لاتکه آمده همکارم کرده رفتیم از همینجا پایانتر 500 متر پایانتر روی آب نمایان عقیده رفته خود چپ خود رفتگی بود همونو گرفته جای حادثه آوردیم. نمیدونم آب ندال بود یا نه فربه بود. از حساب همین نقاطی دیگه میاد تا آب نرفتگی می فربه بود. در همین حال از ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی در ولایت سوخت اطلاع دادند که شروع از آغاز موسم آببازی تا امروز 18 حالتی غرق شده فوتیدن ساکنان به قید گرفته شده است. مسئولین میگویند که نوابسته از گذراندن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی تا حال رفتار ساکنان در موسم آببازی تشویش آور باقی مانده است، زیرا بیشتری حالت برای آببازی ساکنان موضع خطرناک را انتخاب میکنند و حیات خود را زیر خطر میگذارند. حدود پیشگیری حادثه‌های غرقشوی در آبانبار بحر تاجیک و در آبادابگاه شهر خوجند از طرف نجات دهندگان، از طرف کارمندان ریاست، از طرف با همکاری در ساختارهای دخدار، کارهای پیشگیری کننده، کارهای فهماندهی گذرانده شده ایستاده است. نوابسته از گذراندن چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده مشاهده ها نشان می‌دهد که امروز مسئله مذکور باعث نگرانی میباشد. شخصیت زنی فوتیده تا حال معین نشده است. بر زمین احتمال می رود که زن حامله‌دار بود و سبب صبحی بر وقت به لب آب آمدنش هم دقیق نیست. احتمالی با مقصد خودکشی وارد آب شدنش هم جای دارد. از این خاطر حالا مقامات دخلدار از روی حادثه مذکور تفتیشات را آغاز کرده است تا شخصیت زن را معلوم کرده به صاحبانش سپارد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.